هنوز جهان در حال هضم این خبر هست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود. همین چند روز قبل بود که آیت الله علی خامنه‌ای درباره این انتخابات صحبت کرد. بشنویم که چه گفت. اون مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار میکنه، عوامگرایانه. چرا؟ برای خاطری که حرفاشو مردم نگاه میکردن میدیدن درسته. جمشید برزگر اینجا با ماست. جمشید، به نظر میاد که آقای خامنه‌ای یک گوی بلورین داشته و تونسته در اون گوی بلورین این رو حدس بزنه، چون تا همین دیشب بسیاری اصلا این رو حتی فکرش هم نمی‌کردن. نظرسنجی‌ها نشون میداد که خانم کلینتون پیش است، ولی آقای خامنه‌ای چند روز قبل راجع به این صحبت میکنه که ترامپ داره با زبان مردم صحبت میکنه و میبره این انتخاب.